با نام خدای مهربان سلام. برنامه نوبتی کتابخانه است و در مهمانی ما امروز قرار دارند شریف مراد اسرافیلیان. استاد شما را با برنامه خیلی خوش آمدید میگیم. تشکر که دعوت را پذیرفتید. بگویید که استاد امروز با چه کارها مشغول هستید و چه حال و احوالی دارید؟ سلامت باشید. اسرافیلیان هستم، ادبیات شناس هستم. حالا بیشتر به تعلیم مشغول هستم در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان از فن تاریخ ادبیات و متد تعلیم ادبیات درس میگویم. سالیان زیاد درباره حافظ کار کردم. رساله نامزدیم در مورد تصویری می در اشعار حافظ بود و در این زمینه 2 کتاب، یکی با نام فرهنگ تحلیلی الفاظ خراباتی شعر حافظ، دیگری با نام خمرات حافظ به تب رساندم و مقالات زیادی نه تنها درباره حافظ بلکه از ابتدای ادبیات فارسی تاجیکی تا به امروز هم ادبیات باستان یک کتابی به نشر رساندم با نام ادبیات باستان و تا شعر شاعران زمان معاصرم تحقیق میکنم و تا به امروز 21 کتاب و مجموعه تعلیمی و دستورهای تعلیمی و بیشتر از 500 مقاله هم درباره ادبیات شناسی و هم مکتب معارف، هم مقاله علمی بیواسطه و علمی متدی و همچنین عمومی درباره ادبیات شناسی و مکتب معارف به نشر رساندم. صحبت ما سری موضوع حافظ پژوهشی و موقع حافظ در جامعه کنونی تاجیکستان میرود، نفوذش و موقعش. ولی پیش از آن که به این بحث شروع کنیم میخوام یک سوال از شما بپرسم که شما عمر سری ادبیات تحقیق کردید، کار کردید و برنامه‌های زیاد هم در تلویزیون نشر کردید و گفتارهای زیاد هم داشتید. اگر یک تفاوت‌های نسلی را ببینیم، سالایی که شما جوان بودید، دانشجو بودید، محبت مردم به کتاب، به ادبیات، به خواندن چگونه بود و حاضر چگونه است؟ شما چه تفاوت‌هایی را احساس میکنید؟ خب ببینید، در دوره‌ای که ما مکتب خوان بودیم، خواننده بودیم، خب ایدئولوژی دیگر بود، موقع دیگر بود. همون سنت‌هایی که از ملت ما که به کتاب وابسته بود بیدار بود و موقع آموزگار در جامعه خیلی بلند بود. راستی آموزگار چی آموزگاری مکتب‌های میانه، دبیرستان ها چه مکتب‌های عالی، دانشگاه ها خیلی بلند بود و راستی معاش معلم قریب برابری معاش وزیر بود اگر حساب کنیم. معلم از همه چیز تامین بود و عالمی سوسیالیستی یا با تعبیری که امروز عالمی کمونیستی میگن، جامعه نظری دیگر داشت. راستی ما با آینده باوری داشتیم، کمونیسم میسازیم میگفتیم و کتاب موقع خیلی بلند داشت. خب در سنت ملی ما نگاه به کتاب و کتابخانه دیگر بود. ما هر نوشته رو مقدس میدانستیم. هیچ وقت کتاب زیر پا نبود. چی نوشته و به فارسی بود، به عربی بود، خب به خط کریلی، کتاب برای ما مقدس بود راستی و جامعه امید بهبودی داشت. اما بدبختانه عالمی سرمایه این عالمی دیگر است. در زمان کودکی ما، بچگی ما، عالمی سرمایه نبود. راستی آدم های بای اونقدر به چشمی خوب نگاه نمی کردن، کسی کمتر بایتر بود و قریب که همه زندگی یک رنگ داشتن و کتاب و کتابداری و کتابخوان موقعی بلند داشت، خاصه تربیتگر، آموزگار و واقعا این عالمی سرمایه کاری خودش رو کرد. نظر به کتاب دیگر شد. کسی که واقعا کتاب میخوان اونقدر در امروز موقعی ندارن. تو اهل دانش و فضل همین گناهت بر. بدون دانش، بدون خرد هیچ جای روشنایی نمیرسیم و من ایمان دارم که ملت ما با همون سرشتی ازلیش کتابداری، کتابخانه رو میارد. شما درباره عالم سرمایه داری گفتید. یکی از انتقادهایی که نسل امروز ما دارد میگن همین ادبیات، مخصوصا ادبیاتی کلاسیکی ما بود که یک کمی ما رو خیال پرورتر کرد، یک کمی ما رو تخیلی کرد و در آسمان ها شیر پرواز میکرد، نه در زمین. و این بود که ما در عصر امروز نتونستیم زودتر مطابق شویم و با پیشروی ها دست یابیم. بیشتر روی ادبیات اینا میپرتیان. همین اندیشه تا کجا درست است به نظر شما؟ اندیشه کاملا اشتباه است. ادبیات همه وقت پیش برنده جمعیت بود. ببینید در همون سالهای مثلا که از همون دوره سامانیان بگیم، در برابری هم که دولت سامانیان در برابری شمشیر اسماعیل سامانی با شیر رودکی پابرجا بود. ادبیات پیش برنده سیاست، پیش برنده ایدئولوژی بود. اونی که امروز ادبیات را گناهکار میکنن، از ادبیات بهره نبردن. ادبیات اخلاق میآموزد، انسان تربیت میکنند. وظیفه اساسی ادبیات تربیت انسان است. خوب ببینیم که عالم سرمایه گفتیم. خوب ببینید که امروز انسان در عالم سرمایه در امریکا و در اروپا چه حال داره، در ما چه حال دارد.
واقعا اگر حال بعضی میگن که مثلا اروپا پیش رفت، خب ببینید من آنجا که من میدونم همون بهترین گیرندگان اون که در جایزه نوبل سزاوارشون در فرانسه اکثر ادبیات هم یا در چه انگلیس دیگر ها ادبیات هیچ وقت انسان را از جاده انسانی بیرون نمی کنند، بلکه تربیت می کنند. در برابر سرمایه اقتصاد و طرف علم تکنیک انسانیت به اخلاق نیاز دارد. اگر اخلاق نباشد انسان از قطعی انسانی بیرون رود، دیگر اون علم تکنیک انسان را به ربات تبدیل میشه. ببینید امروز یک آماری خواندم که از همه خودکشی جوانان بیشتر در ژاپن است که مردم با این تکنیک بسیار داده شدن. عادی ترین آنی که همون از جاده انسانیت بیرون دیگر مشکلات نمیبیند و خودکشی دست میزند. این چیزها هست. ادبیات همه وقت انسان را تربیت کرده است، جهت اخلاقی است. هزار تحقیقات علم تکنیک بدون اخلاق، بدون تربیت انسان و به انسان فایده آورده نمیتواند، از فایده ضرر بیشتر است. ما در خوب می‌بینید که ما هم انسانیت در علم تکنیک به ثریا دست یافت، اما از جهت اخلاق کم بود یافت. امروز ببینید مشکل ترین مسئله که امروز روشنفکران غرب رو با تشریح آورده است همین اخلاقی جامعه است. انسان دارد از رسالتش بیرون می شود. کار علمی و پژوهشتان انقریب این 30 سال اخیر حافظ بوده است، یعنی حافظ شیرازی، ادبیات کلاسیکی. ما در ادبیات چون که از مولانا یاد باشید، مولانا را میشناسیم، سعدی را میشناسیم، فردوسی را میشناسیم و این نام ها خیام و حافظ برابری هم بیشتر تکرار میشن. ما از زندگانی خیام و مولانا و فردوسی و سعدی چیزهای زیاد میدونیم، یعنی ترجمه حالی و این چیزها زیاد میدونیم، ولی از حافظ که اینقدر نام مشهور دارد چی در کشورهای ما افغانستان، ایران و در دنیا، ولی ترجمه حالیش آنقدر نمیدونم کامل نیست یا ناشناخته تر است. چرا چنین است استاد؟ خب ببینید که مولانا یک عصر از 100 سال از حافظ بیشتر زندگی کرد، یا سعدی. درباره مولانا شاگردانش کتاب نوشتن، سرگذشت است. ما دو شاعر داریم که روز تولد و وفاتش دقیق است. یکی مولانا، دیگر مولانا جلال الدین رومی، دیگری مولانا عبدالرحمن جامی. این شاگردانش نوشتن، خودشان روز تولدشان رو نوشتن از روی گفته پدرشان. خب مثلا مولانا در عائله سلطان الرفاع بهاءالدین ولد متولد است که دقیق روز زندگیش است و مرگش هم شاگردانش نوشتند. مولانا جامی هم همچنین. ولی حافظ یک 100 سال بعد در عصر 14 تولد شده است. خب یک صغیر کلام شده است، پدرش مرده است، خب برادرها رفتن، با مادر تنها مونده است. از شیراز قریب که بیرون نمارونده است، یک دو سفرش اگر با یزد و اصفهان اگر استثنا کنیم قریب که از شیراز بیرون نبرآمده است، ولی با همون در شیراز است شیرش تمام جهان را گرفت. ببینید حافظ هم مگه 495 غزل دارد. یک غزلش من برآوردیم چند کس، یعنی در دیوان ناصر بخاری پیدا کردیم 494 غزل، 2 مثنوی، 40 چند رباعی، 42 رباعی، چند قطعه و دارد. ولی که با همین تعداد کم از تمام شاعرانی که 4-5 دیوان دارن شهرتش زیادتر است و معلومات تذکره نوازان درباره حافظ خیلی کم است و بعضا ضد همدیگر هم هستن. مثلا با خوریش با امیر تیمور و دیگرها بعضا افسانه‌آمیز میتابد، ولی هرچند تاریک است زندگیش ولی شهرتش بیش از دیگران است. و دو شاعر ما میدانم که با همین تعداد کمی اشعار، ببینید همون خیام با همون 100 رباعیش دنیا را تسخیر کرده است، ولی با رباعی سایه قیام اونجا که من تحقیق کردم و مختم کرد در اساس تحقیقات دیگر از 100 زیادتر نیست، دیگر اون رباعی منسوب به خیام است، لیکن جهان را گرفت. حافظ هم با همین 494 غزل از جهان را گرفت. این وابسته نه به تعداد اشعار بلکه به هنر شاعر است. کسی حافظ نکشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانزد. این گپی عادی نیست. واقعا بعد از حافظ کسانی که به حافظ، هزاران شاعر من میدونم که به حافظ پیروی کردند، ولی کسی به چنگ سمند حافظ نرسیده است و این را همه تقریبا حتی لسان غیب هم میگن دیوان حافظ دارن. حافظ اکن لسان غیب یعنی داننده اسرار غیب است. ببینید که پیش از حافظ در غزل سرای عرفانی مولانا به درجه کمال رسید. از مولانا بالاتر کسی نیست در غزل عرفانی. یا در غزل عاشقانه سعدی به کمال بلند رساند، کسی به این پایه نمیرسد. حافظ هر دو همین غزل را، غزل عرفانی مولانا و غزل عاشقانه سعدی را گرفت، آمیخت یک سبک ایجاد کرد. حافظ
غزل عرفانی مولانا و غزل عاشقانه سعدی را گرفت، دو سبک را با هم آمیخت و سبکی به وجود آورد که کسی هرچند هزاران شاعران پیروی کردند کسی به چنگ سمند حافظ نرسید. راستی ببینید حتی بنده یک مقاله هم دارم، یک غزل حافظ را با غزل جوابی علیشیر نوایی و مولانا جامی مقایسه کردم. مولانا جامی و علیشیر نوایی از بزرگترین شاعران بعد حافظ هستند، ولی نشان میدهد که نه مولانا جامی نه علیشیر نوایی به پای حافظ نرسیدند. حتی روایت هم هست که تذکره نگاران نقل کردن، یک شاعر پیش مولانا جامی میاد میگه من دیوان حافظ را جواب گفتم. مولانا میگه خدا را چی جواب میگویی؟ یعنی تو کیه خودت چی؟ خودی جامی که با چندین غزل حافظ جواب گفته است میدونن که پای حافظ چقدر بلند است و این سخن مولانا جامی است که هیچ دیوانی به از دیوان حافظ نیست. واقعا مرتبه حافظ خیلی بلند است. ولی رسانه‌های غیب از آن میگن که یکی سرچشمه‌های حافظ اساسی اشعار حافظ قرآن است و تخلص حافظ هم از آنی که قرآن را با 14 روایت میخواد. تحقیق نشون میدن که حافظ از شیراز نبر اومد بیرون و ما در ترجمه‌اش هم نخوندیم که مکتب‌های بزرگی مدرسه‌های بزرگ ختم کرده باشد و استادش را بدونیم کی است. شما در همین تحقیق به یگام نتیجه‌های علاقه مقدماتی هم باشد رسیدید که چی باعث گشته که این غزل یعنی 495 غزل یا 494 غزل دنیا را تسخیر کند و هر یک نفر به تفسیر خودش از این غزل داشته باشد؟ یعنی وقتی من هم اومدم یک برداشت دارم، یک کس دیگر هم بیاد یک برداشت و ویژگیش با استاد این است که من همین غزل به همین هوا و روحیه‌ای که دارم امروز خواندم یک معنا از اون میگیرم، اگر فردا بود دیگر روحیه خواندم دیگر معنا میگیرم. فکر میکنید اصلی ترین عامل و سرچشمه اساسی چی بود که این مرد اینقدر مشهور شد و اینقدر غزلش ناب شد در دنیا؟ سلامت باشید. همین سوال شما رو وقتی حافظ زنده بود شاه شجاع حاکم شیراز حافظ را دعوت میکنه، همین سوال رو میدهد. شعر شما میگید با یک قلم نیست، مثلا غزل بیت یکمتون در تفسیر شراب است و بیت دومتون در تصوف و بیت سیمتون در چی در نزد دانشمندان میگید این معنی ندارد، یعنی هر یک بیت حافظ استقلال دارد. حافظ هم میگه بله، اما با همین عیب شعر حافظ جهان را تسخیر کرد، شعر دیگر را اشاره به خود شاه میکند که از دروازه شیراز بیرون نمیاد. حافظ ببینید که در شعر سخنی هست که شعر این حتی کلامی که از آسمان آمده است میگه و حافظ راز همین وی دارد، همین مقام را دارد. حتی میگه در عرش شعر حافظ را میخواند. در شعر حافظ هر کلمه جا دارد، نمیتوانید یک کلمه حافظ را گرفت و کلمه دیگر رو موند. شاید همین کلمه رو عوض کنید، چند که عوض هم کرده است مرتبان دیوانی است، شاید معنی خلل نیابد، شاید وصف خلل نیابد، اما وسعت معنای خلل میابد. در همون مقاله که گفتم وقتی شعر همین یک غزل حافظ رو با جامع نوایی در مقایسه دیدم، مثلا کلمه‌های دیگر رو در غزل جامع نوایی رو میتون کلمه‌شو دیگر کرد که حتی معنی بهتر شود، ولی حافظ رو نمیتونید. حتی حرف جا دارد. ببینید در شعر حافظ یک آهنگ موسیقایی است اگر از جهت ظاهری نگاه کنیم. علاوه پیری فرزانه مکن من ام ز میخانه که من در ترک میمانه دلی پیماش کردم دارم. ببینید با حرف بازی میکند. زیبایی کلام است، زیبایی که در شعر حافظ در حتی در سعدی نیست. مثلا در عذوبت شیرین روان شعر سعدی وای ندارد، ندارد، ولی همین موسیقایی شعر حافظ رو ندارد. از جهت معنا ببینید که در شعر حافظ یک ایده هست، ایده انسان آزاد ما آبرزرین تجسم میکند. انسانی که از همه تعلقات آزاد است، هیچ یک تعلقاتی و هیچ یک تعلقاتی ندارد، نه با شاه و وزیر و نه هیچ یک چی تعلقات دنیوی چیزا ندارد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود هر آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. عجیب انسان آزاد است که امروز هم جامعه به نیاز دارد. سخن حافظ کونه‌شوی ندارد. و یک چیزی دیگر است، بزرگی حافظ در آن است که یک دریا رو میموند، مانند همین که دریا است که هر کس موافق آب میگیرد موافق همون تشنگیش مینوشد. مثلا یک آدمی عادی میبیاد از حافظ یک بحری دیگر میگیرد، یک عارفی وارسته میگیرد از حافظ معنی دیگر میگیرد. خب هر کس موافق ظرفیتش از دریای شعر حافظ آب میخورد.
و هیچ وقت هم کهنه ندارد. همین است که خیلی اشاره کردید، از همون روز زنده بود که به شعر حافظ علیه شهرنویسی و بحث در زمان زندگیش پنج شد. بله، در همون زمان زندگیش علیه سری شعر حافظ بحثا وجود داشت و بعد از وفاتش چندین شعرها نه تنها به زبان فارسی، به زبان ترکی، به زبان اردو، به زبان عربی ایجاد شدن تا به امروز شعر می‌نویسند. در ایران شهرهای زیادی هست. از همین شهرهایی که من قریب بسیارشون رو بررسی کردم، از شهرهای اصلی میانگی بهترین شهر یک مدرسی دانش مدرسه لاهور، مولانا ختمی لاهوری است، بهترین شهر است که این را استاد بهاءالدین خرمشاهی با نام شهر عرفانی حضرت حافظ چاپ کردند. خب شهری سعودی است، ترک است، به زبان ترکی است که اسم ستارزاده به فارسی برگردان و شکل شهری ادبی است که بیشتر مخاطبش خوانندگان ترک هستند، خیلی ساده است. خب شهرهای دیگر و امروز هم نیست شهرهای زیادی میرسن که در نظر من بهترین شهر یک غزل حافظ و سرداد است. استاد من تقی پرنامداریان است که با نام گنگشته لبی در بهترین شهر است. خب شهرهای زیادی هست. استاد خرمشاهی شهر حافظ نامه دارن، 250,000 شعر دادن و در تاجیکستان هم همین شهر شده است. من کاری که دوره سویتی استاد علیخان افسرزاد صحبت کردن، حافظ شناسی در تاجیکستان با نام علیخان افسرزاد صحبت دارد که حافظ شناس هم از بودن چندین کتابایی نوشتن. بعد محمد انصار برادری استاد افسرزاد چلی با ادیب شناسی خیلی شهرتیاری ما ولی صمدو که یک شهر چلی غزل حافظ نیستن. خب دیگر شهرها که بعضن یک غزل شهر نیستن و بنده نیز برای خوانندگان مکتب میانش شهر 20 غزل حافظ را تهیه کردم و برای دانشجویان چند غزل را شعر دادم. و امروز هم تاجیک‌ها ما با حافظ نگاهی دیگر داریم. راستی ببینید در سنت ملی ما در زیر بالین کودک دو کتاب میمونن، یکی قرآن، دیگر حافظ. راستی من به همون خط فارسی رو به همون کتابی حافظی که زیر بالین نمود آموختم. راستی من پیش از آن که به مکتب خط کلیدی آموزم از پدرم خط عربی اساس آموخته بودم با همین دیوان حافظ. و ببینید امروز هر یک موسفید تاجیک میتونه از حافظ بیت‌ها بگوید. یعنی محبت یا حافظ نسبت به امروز جوانان ما در کلان سالان هم بیشتر است. امروز هر یک موسیقیده پرسید از حافظ شعر میگه. در برابر این در دنیا سیاستمدارای مشهور و اقتصاددانای مشهور بودن که مثل انگلز، گیوتو اینا عاشق حافظ بودن و از این حافظ تمجید و تعریف میکردن، قصه و روایتاش خیلی زیادن. از لاهور گفتید همین محمد اقبال، این شاعر عاری فیلسوف عصری بگیم 20 در اول یک زید اومد با حافظ، با بعدن گفت نه این اندیشه من خطا بوده است. یعنی در شهر ما اقبال لاهوری از بزرگترین هم فیلسوفان هم شاعران شرق است. من اون رو در قطار بزرگترین شاعران میدونم، بزرگترین فیلسوفان میدونم. خب او اردو زبان بود ولی زبان فارسی را آموخته است، حافظ را آموخته است. ابتدا حافظ را درک نکرده است، همون چیزی که کلمات می و باده دارد. در حافظ کلمات می و باده که من تحقیق کردم راستی خیلی زیاد است. هیچ یک غزل حافظ به می و باده نیست، اما می در شعر حافظ این آزادگی است. این معنی چرایی باید ندارد. همین است که اصلا در کشورهای اسلامی هیچ مشکلی با حافظ نداشتن، یعنی همیشه خوانده، همیشه شهرت دارد، یعنی نزد دین شعر میفهمیدن حافظ که مراد از می اون می پرستی نیست. راستی خب در جای هست همون می واقعی است. وقتی میگه شرابی تلخ میخواهم که من دفکم بود زورش که تا یک دم بیاسایم دنیا و شر، همون می شیراز در نظر دارد. وقتی میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گلی آدم بسرشتند و به پیمانه زد، اینجا اون می نیست، اون می خانه نیست. این تماما خب شعر بسیار واقعی میکنه. یعنی اون شاعر است، توانست هم درد جامعه را بیان کنند. ببینید در حافظ تنقیر روحانیان خاصه زاهد و صوفی و خیلی زیاد است. حتی سجاده و نماز و تسبیح هم موردی این مثلا هیچ وقت سجاده، تسبیح، نماز در خود در شعر حافظ منفی نیست، ابراز منفی نیست، بلکه وسیله که مثلا زاهد و صوفی و واعظ و شیخ اینها وسیله ریا تبدیل دادن از همین جهت منفی میتابد، ولی در خودش نیست. حافظ داننده قرآن و تخلصش از قرآن است. وقتی که دین منبع ریا میشد، منبع ثروت جمع کنی میشد، یعنی منبع ریا و سالوس میشد، حافظ زیاد میشد. شعر حافظ چند پهلو است، لااقل دو پهلو است هر یک کلمه‌اش. من فکر کنم چند پهلو است. همون چند پهلو تو خیلی دوست دارم. ما همین تو زدیم به همین دو پهلو شدیم، یکی پهلوی ظاهری، یکی پهلو باطنی. من همون زاهدی که حافظ میگوید در ظاهر همون زاهدی که واقعا همون سه کلمه از زاهد، از زال و
های دی، یعنی زاهد کسی است که از زیب و زینت دنیا، از دنیا دست کشیده است، از چی هوا و هوس دست کشیده است، در خودی خود مثبت است ولی غرض دارد، غرض از بهشت است، خدا را عبادت میکند برای آنکه حتی بهشت رود. همین غرض داشتن در نظر حافظ نکوش میگه حافظ زاهد شراب کبسه رو حافظ پیاله خواست تا در میان خواسته کردگار چیست. همین غرض بهشت داشتن در نظر رند آزاد حافظ یه علاقه منفی است، یعنی خدا رو هم تو برای خود نداره. استاد میدونید از این حافظ چی بیشتر تعجبم میاد که در اون زمان، در اون عصر، وقتی که دین حاکم است و انسان‌های روحانی زیاد هستند و یک نفر میآید نقد میکند، نقدی درست میکند، یعنی نقدی غرضناک ندارد، نقد میکند و نگاه دیگر دارد، نظر دیگر دارد و یک جامعه رو به چالش میکشد. ولی چرا همین گونه نظر، همین گونه گفتمان ها اطراف شعرش حداقل امروزی جامعه ما را در نظر دارم صورت نمیگیرد که ما یک منبع تحلیل و تفسیر و نمیدونم شناخت داشته باشیم از شعر حافظ و گفتمان های زیاد داشته باشیم درباره شعر حافظ؟ سلامت باشید. ببینید در همون دوره کسانی بودن که حافظ رو کافر اعلام کرده بودن، حتی فتوای قتلش هم داده بودن. یک روایت هم هست گویا همون وقت همون شعری که وقتی دارد گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، اگر از پس امروز بود فردایی. ابوبکر طباطبایی می سفری حج روز از شیراز میگذرد و گویا با حافظ مثلا میگه یک بیت گو که این بیت از زبان کفر است، یعنی حافظ به فرد قیامت اینجا شوبه کرد، اگر از پس امروز بود فردایی. خب گویا مصلحت همون شیخ را میگیرد و حافظ میگه این شامت که سر فناج ترسایی از زبان ترسا بچه میگه که این گویا حافظ نگذاشته ترسای بچه و گویا با همین خلاص میابد. حتی دیوانش رو سوختن، بسیار دوستانش کردن گویا برای حافظ ضرر نرسد، دیوانش رو شستن سوختن. دیگر حافظ غمگین شد، بعدی از مرگ نجات یافت، غمگین شد. همین است که هیچ یک دیوان حافظ امروز یک دو نسخه نمیاد که یکسان باشد، برندهای گوناگون داره. حتی میگن شروع کرد با دویم باره نوشتن. خب اون که بعضی شعراش تحریف دارد. مثلا وقتی که یک غزل هست به ترکان دلمدی حافظ ببینین بی وفایی ها که بر خوارزمیان کردن ترکانی سمرقندی. خب اون از اشاره دارد به خونریزی تیمور. بله. و بعد که تیمور میاد حافظ دعوت میکند اما من با این روایت های افسانه باور ندارم راستی، چون که دولتشاه سمرقندی صاحب تذکرة الشعراء عصر 15 میگه گپش اختلاف است. بعضی میگه که حافظ یکم بار دید و با خود، این دفعه میگه دوم بار دید و مکافات دعای کرد، البته حافظ مرده بود. این سببای تاریخی است، لیکن ممکن است با خورده باشد، این از وای دور نیست. و همین است که بعضی برند تو دارن بعضی شعرش ایواز کرده. شاعر من ببینید هم بازار صابر چندی بار شعرش ایواز کرد. شاعر این در واقع تغییرات میداره، جای و نیست. راستی شعر حافظ خوبتر میشیند. شما در اول گفتید که اگه موسیقی مثلا بدیل مشکل تر است از بر کردن یا شعر سعدی یا بعضی، ولی حافظ گفتید که موی سفیدون ما میخونند، بیبیای ما میخونند، زود میشیند. این از ویژگی های میتونیم بگیم از ویژگی های دیگری شعر یک خاصیتی ببینید که مثلا مولانا رو اگر کسی از عرفان و با خبر چون آزاد میفهمید، یا مثنوی رو آزاد میفهمید که میاد دارید. اما حافظ و بیدل باید تیار باشید برای فهمش حافظ، چون که اصطلاحاتی به کار میبرد که چند پهلویان. خب بیدل آدمی دیگر است و یک شعر تماما آدمی دیگر، ترکیب سازی دیگر است. اما حافظ از همون سنت ادبیات کلاسیکی بیرون نرفته است، ولی طرزی بیان کرده است که یک کلمه چند پهلو دارد. برای همین همه خود را، سیمای خود را در شعر حافظ می‌یابد. و چیزی دیگر که یکی همون آهنگ موسیقایی داشتن شعر حافظ است و زود به ذهن میشیند. خب شما معنی میگیرید، به همین حالتون معنی میگیرید. ببینید که تنها بیشتر از کتاب حافظ فال میگیرن. یک چیزی هست در شعر حافظ که گفتم که یک ارتباط بین خواننده حافظ است. از کلمات یک خواننده که اندک و دارد چه اهل فهم است از حافظ میگیرد. و اونی که فال در اسلام حرام است. بله، فال در اسلام حرام است. ولی وقتی همین درمانده میشوید یک بین انسان و اگر انسان نیست بین خدا یک رابطه است. بله. انا همین رابطه رو همین دیوان حافظ برقرار میکنن. همین یک به امیدی حافظ، شعر حافظ هیچ کس رو ناامید نمیکنه. همه وقت مشکلی داره دیوان حافظ یک رهایی، یک امیدی میتونه. انا همین امیدواری که در شعر حافظ است انسان رو، خواننده رو به خودش جذب میکنه. هیچ وقت نامه، همه وقت در یک شاد هست برای حافظ.
وقتی دیوان حافظ میکشید در تمام مشکلات یک راههایی هست. انا همین چیز یک خصوصیت شعر حافظ همین است. همین هم از بزرگی حافظ شهادت میده که اون قدر جنگ و کشمکشی هایی که میگن در اطراف همون وقت میگذشت و حافظ اومد با خیال راحت در اونجا میشن میگه فلک را سقف بکشایم و طرح نو براندازیم. یعنی 800 سال پیش این گپ میگه. ولی چرا در امروز که ما در اول سخن گفتیم که جوانان ما میگن این ادبیات است و بعضی عالما حتی دانشمندا به همین فکرن، ولی این مرد اومده است میگه که هنگام تنگ دستی در عیش کوش مستی کین کیمیای هستی قارون کند گردد. یعنی آدم بیاد در یک خیالی راحت با یک امید آدم رو به یک سوی نیکی تحریک بده. آدم گونه که امروز صدها کتاب غربی و چوب بکنن که ما با امید برسیم خوشبخت بشیم و حرکت کنیم، ولی وقتی ما میبینیم حافظ سر و پا موتیواسیا است و حرکت است و با دعوت به علم است و دعوت به حتی گفته چیمو که تنقید دارد، یعنی میخواد آدمی آزاد باشد. استاد چیکار کنیم که این حافظ رو وارد زندگی کنیم، از اون شعارهایی که بعضی آدم ها دارن بیایم به عمل تبدیل شود، یعنی خوانند، درک کنند، فهمند و جای عمل کنند. چرا ما همین بزرگامون رو به زندگی اجتماعی نمیتونیم وارد کرده باشیم؟ چی است از عاملش؟ سلامت باشید. واقعا به بیتای خیلی جالبی حافظ اشاره کردید. او در اون جهانی که زندگی میکرد راضی نبود، میخواد عالم و آدم رو دیگر کنه، فلک رو سقف باشیم و ترتیب دیگر، یعنی دنیا رو بر هم تأثیر نه آدم ساز گفتین که آدم نمیشه که آدم نیست، یعنی این چیزا هست. ببینید که همون که اشاره کردید که امیدی دارد. امروز آینی دوستیابی، آینی بایشری، خیلی کتاب هست که دو مصرعش قد شاید حافظ پاسخ گفته باشه. نه حافظ همه چیز هست. متاسفانه محیطی که حافظ و دوست و حافظ و فهمن نیست. البته این 700 سال گذشت. امروز بعضی کلمات حافظ در ایران قریب که نمیفهمم، بسیار کلمات حافظ رو با لغت در ایران حتی، اما نسبت به ایران در ما بسیار کلمات حافظ میفهمن. امروز هم در گویش ما هست بسیار کلمات، واقعا هست. ما نسبت به ایران که بسیار زبانشان عربی بیشتر وارد شده است، ما با شاهنامه و نزدیکترین نگاه داشتیم. حتی بعضی کوهستان افغانستان ها که از ما بیشتر هستند، اما بدبختانه با کلمات روسی و ترکی دیگر در ما وارد شده این چیزا هست. ولی امروز که با تعلیم و تربیت است، باید ما شیوه تعلیم را، من بارها گفتم، از مکتب میانه آغاز کنیم، باید دیگر کنیم. ببینید که یک پسر بچه افغان رو با همون جنگ زده است که 45 سال چند سال جنگ رفته است، اما با یک میکروفون رو به سر یک بچه افغان راست میکنه، چنان خوش رو صحبت میکنه. ولی امروز با معذرت میخوام پروفسورای ما نمیتونن خیلی صحبت کنن. این اصلا شیوه تعلیم و بس. در آنجا حافظ میخواندن، گلستان میخواندن، بهارستان میخواندن. من در لاهور بودم، میگم سفر داشتم، زبان فارسی رو با گلستان سعدی با بهارستان جامی میخوانن، چنان خوش رو با فارسی حرف میزنن. امروز ما باید که شیوه تعلیم را، شیوه تعلیم ادبیات خصوصا در مکتب دیگر شود، در دانشگاه دیگر شود. ما با بچه ادبیات درس نمیدیم، بلکه درباره ادبیات درس میدیم. چندین مقاله نوشتم در تلویزیون ها، صحبت کردم در این باره. باید خودی ادبیات رو نویسیم. مثلا در مکتب میانه همین وای مثلا فلان نمیشه، سخنشناس نمیشه، کلید فهم رو با بچه دادن در کار. زبده ترین آثار رو در مکتب میانه در دبستان و در دبیرستان ما باید درس کنیم، کلید فهم رو بدیم. بدبختانه ما از بچه ادبیات شناس تربیت کردن هستیم در مکتب میانه. در دانشگاه هم همین است. باید شیوه تعلیم رو دیگر کنیم. میگن حافظ وقتی که از خط فارسی به خط پریلیک یا کریلیک برگردان میشود، اما شیرینیش تا جا از دست میدهد، همون قدسیتش تا جا از دست میدهد. نظر شما به همین چیز؟ میگن غلط هم میشه وقتی که ما از فارسی به کریلی برمیگردونیم. خب البته وقتی که یک آثار ادبی به زبان دیگر ترجمه شد یا به خط دیگر میاد، تا اندازه خصوصیت ادبیش گم میکنه. مثلا در این زبان ما، زبان تاجیکی ما، هزاران سال در قالب خط فارسی قالب یافت. عادی ترین سنت‌های بدیهی هستن که واسه سنت جناس از خط است. مثلا یک کلمه یک خیر نوشته می شود و دو معنی گرفته می شود، اما بخاطر کلی همه یکسان است، اون سند گم میشه. این چیزا دارد، از جمله در شعر حافظ هزارها مثال آورم ممکن است. خب ببینید این نظری من از شاید دیگران قبول نکنن، خط سریلی طبیعت زمان ما را کامل دادن نمیتونه. من همین سر و صداهایی که درباره املا داریم تا به امروز ما یک املای موفق نداریم، بدبختی در سر همین خط است که نمیتواند طبیعت زبان ما رو بپره کنه. مثلا ببینید ما تیر میگیم، این سخت تلفظ میشه، یک خیل نویسیم، یا خرد میگیم که این تلفظ نمیشه، هر چی یک خیلی با این مینویسیم. این چیزا هست که خطی که هزاران سال
طبیعت زمان ما رو انعکاس میکرد. خب در تمام قرن 100 سال تا حالا این پره به قالب زبان ما ندارم دست این خط. برای همین وقتی که یک چیز رو من بارها مشغول شدم از خط فارسی وقتی کلی گرداندم راستی این به حساب حس میکنم. البته نه تنها معنی گم میشود، اون خصوصیت شعری اون طرف است معنی گم میشود. یا من ببینید منم یک بیت لاهیجی امشب صدای تیشه از بیستون ناآمد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. خب اون شیرین به خطی فارسی هم می‌بینید یا خیلی حرف کلان خورد نداره. این معنی در کجا است که شیرین با کدام شیرین خواب شیرین شیرین نام این چیزا هست در خطی فارسی که متأسفانه خطی کریل نداره. این یک مثال هزاران مثال میتوان آورد، از جمله در برگردانی حافظ و کلمات خاصی طبیعت داره، تلفظ داره. بدبختانه امروزم چندین بار دیوان حافظ رو به کلی گرداندن. استاد روانشان شاه با شنبه‌زاده اینا کار کرد. از اون پیشتر خب چندین کسی دیگه کردن. آخرانش من انجام دادم با همین سلسله اختران ادب همون جلد 26 دیوان حافظ است که آماده کردم. همونجا هم بعضی اشتباه گذشته بعد این درک کردم، ولی با خط فارسی و دیگر است. شعر حافظ رو خواندن با اصل خواندن دیگر است. استاد یک صحبت خیلی جالب بود، شیرین بود و من فکر میکنم این صحبت آخری ما در برنامه نیست. ما با سری موضوعهای پلهای دیگری شعر حافظ، حیات حافظ، زندگی حافظ و موقع حافظ صحبت خواهیم کرد. در آخری برنامه با بیننده برنامه کتابخوان، با تماشاچیان برنامه کتابخوان چی گفتنی است؟ استاد صحبتتون رو خلاصه کنید سپس صحبت رو به انجام برسونیم. سلامت باشید. واقعا من امین هستم که ملت ما با کتاب سر و کار داشت و آیسته داره در این 30 سال زمان استقلال امید دارم که استقلال ما کاملتر شود و ملت به سرشت ازلی خود به کتاب رو می‌آورد. و در این جهان چه گوییم برخورد تمدن ها میگویند بدون خرد دانش ما به جایی نمیرسیم. خواهیم که در جهان موفق باشیم، ملت ما رو نگاه داریم، زبان ما رو نگاه داریم، ادبیات ما رو نگاه داریم، باید به دانش به خرد رو بیاریم. نجات انسان در خرد و در اخلاق است و در ادبیات هم هست که انسان را تربیت می‌کند، انسان می‌سازد. باقی موفق باشم با امیدی پیروزی. تشکر زیاد استاد. ما در پیروی به این خلاصه شما همین را گفتنیم که شعار همیشه برنامه ما همین است که روز فرا برسد، امیدی ما است، آرزوی ما است همین است که روز فرا برسد مردم عزیز تاجیکستان، مردم شریف تاجیکستان یکی از مردمان سرمطالعه‌ترین جهان باشند. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه‌های آینده خدا حافظتون.